الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. برادران و خواهران عزیز، میخواهم برای شما یکی از قصه های قرآنی را بیان کنم که در آن برای ما و شما عبرت خیلی بزرگ است. قصه یک مرچه‌ای که با یک رفتار نیکی خود مورد پسند پروردگار قرار گرفت و برای تمام بشریت تا روز قیامت عبرت گشت. قرآن برای تمام مسلمانان دستور زندگی و چراغ هدایت است. خداوند در آن قصه های بیان کرده است تا ما عبرت بگیریم. خداوند در آیه 111 سوره یوسف می فرماید: استعیذ بالله لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب. یقینا در قصه هایشان عبرت برای خردمندان است. از جمله قصه های قرآنی قصه خردترین حشرات یعنی مرچه است که خداوند قصه او را تا روز قیامت عبرت برای تمام بشریت گرداند. خداوند بر سلیمان پیامبر علیه السلام نعمتهای فراوانی عطا فرمود. از جمله انس و جین و پرندگان و حیوانات و حتی باد را برایش مسخر کرد که به فرمان او حرکت می کردند و فهم زبان آنها را نیز برایش عطا فرمود که زبان آنها را نیز می فهمید. روز سلیمان پیامبر علیه السلام با لشکری بزرگ از انس و جین و پرندگان و حیوانات در صفهای منظم حرکت می کرد. در این اثنا سخن مرچه را شنید که می گفت. قرآن این را چنین بیان می کند: استعیذ بالله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. یعنی مرچه گفت: ای مرچگان، بلانه های خود برگشته درآیید تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند در حالی که نمیفهمند. پس سلیمان پیامبر علیه السلام از این سخن مرچه تبسم کرد و از خوشحالی دست به آسمان برداشته به شکرانه این نعمت بزرگ دعا فرمود. این را قرآن عظیم الشأن چنین بیان می کند: استعیذ بالله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یعنی پس سلیمان از سخن آن مرچه تبسم کرد و گفت: پروردگارا، به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای بجای آورم و توفیق عطا فرما تا کارهای شایسته ای که تو خوشنود شوی انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت درآور. این قصه خیلی قصه کوتاه است و قهرمان اساسی آن هم خیلی حشرات خرد است، ولی خداوند در این قصه برای تمام بشریت درسها و عبرتهای زیادی گذاشته است که در کتب تفاسیر بیان شده است. مهمترین درس و عبرتی که در این قصه بیان شده است این است که انسان باید در غم دیگران و در فکر فایده رساندن به دیگران باشد. شما ببینید که وقتی یک مرچه غم دیگران را خورد و نخواست تنها خودش از پایمال شدن لشکر سلیمان علیه السلام نجات یابد، بلکه غم دیگران را خورده آنها را از خطر آگاه کرد، این رفتار مرچه به خداوند پسند آمد و او را در قرآن عظیم الشأن ذکر کرد و برای تمام بشریت تا روز قیامت عبرت گرداند. حتی یک سوره ای را در قرآن عظیم الشأن
با نام نمل یعنی مورچه اختصاص فرمود. برادران و خواهران عزیز، در پی فایده رساندن به دیگران باشید، چون که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند احب الناس الی الله انفعهم للناس، یعنی محبوب ترین مردم نزد خداوند سودمندترین آنها برای مردم است. یعنی کسی که از همه بیشتر منفعت او به مردم میرسد در نزد خداوند محبوب ترین مردم است. با روایت طبرانی و ابن ابی دنیا و علامه البانی در صحیح جامع خود آن را حسن دانسته است. خداوند همه ما و شما را توفیق فایده رساندن به مردم را عطا فرماید و ما را از جمله محبوب ترین مردم بگرداند. آمین یا رب العالمین. سوی قرآن و کتاب و سوی احکام خدا، برحذر باش ای جوان از فتنه های دشمنان، نیست بهتر از سلاح علم و دانش در جهان.